مورد بعدی اینه که چه مواردی روی سئو تأثیر میذاره. مورد اول مسائل فنی سایت هستش، از قبیل کدنویسی، طراحی قالب، امنیت، مهارت‌هایی که توش به کار رفته شده، تکنولوژی‌ها و غیره. اینها همه که مورد اول هستش 20% سهم رو نصیب خودش کرد. مورد دوم اون محتوا کانتنتی هستش که شما توی سایت خودتون منتشر میکنید و سهم اون هم 40%. مورد سوم کیفیت لینک هایی هستش که شما در واقع توی سایت خودتون ایجاد کردید و در واقع دارید دریافت کنید که بیشترش مربوط به اون دریافتی ها هستش که سهم اون هم 40%. همونطور که در واقع از این تصویر گویاست، کانتنت و لینک در واقع میشه گفتش که بیشترین سهم رو توی تاثیرگذاری سایت روی سئو داره. از نظر گوگل 200 اقلام وجود داره که روی سئو سایت شما در واقع میشه گفت تاثیر میذاره. گوگل از صدها الگوریتم برای رتبه بندی و بررسی وبسایت ها استفاده میکنه که همگی نشان از نحوه تغییر نگاه گوگل به وبسایت.